I prepare her. You did? She did, because she took what, like 15 years off, right? Yeah, but I'm saying I want to talk about برندن کوری هم که چهارم شد. Miss Olympia. Who made the greatest not comeback? like after a time off, like Phil Heath. Could he come back and compete right now? You see, I thought that 2005 when he's coming back that he's going to put it together, but then you can see. I think really after age of 40, no matter what we think, you know, body is not the same. You know, yeah, whatever you could get away with. I mean, when you were a teenager in early 20s, you know, early 30s, everything worked, and injuries and the physiological changes. Yeah. I honestly thought Phil was going to do the Arnold this year. I was waiting for that to come out. Because, I mean, look, his last time on stage, he was top 3. Yeah, it was a gift also. I mean, I think it was a gift. It's great bodybuilder. I mean, let's say he's one of the best, yeah. But, you know, the stomach is so distracting. How can you hide it? Any front poses? Any pose, yeah. Yeah, you can. So there's front legs, front legs. خب سمسون سوم شد. There's way too many poses that you can't get away with it. So yeah, he would not be competitive. I think that just like Ronnie came back to 2007. دوستان نقره که تو جیبشه بعد ببینیم طلا میشه یا نه. 2007 I was interviewing said this that Ronnie should not compete. I think that he tried it 2008 too. حساس ترین زمان ممکن. دوستان کانال ما رو هم سابسکرایب کنین. MMA فارسی تمام مبارزات رو میذاریم و گزارش میکنیم. We watch fights at UFC. You don't watch UFC? We go there and for some reason Betty can make the salmon perfect. And if we try to make it home the same way, it's terrible. I can't do it. He's got these flames and stuff, and it's like. One question that I have for you is you ask me the same. Who is the most impressive bodybuilder you think? Dorian Yates. Yeah. Oh, you know what? No, I'm gonna lie. Lee Priest. I serious? Lee Priest off season when I saw him for the first time was unbelievable. But Dorian Yates, I guess. I saw him, 95. $1,000 دستش گرفته. تایلر منیون صندوق المپیای 2023 رو توی دست داره. دوستان هادی چوپان میتونه برای دومین بار ساندو رو به ایران بیاره. هادی چوپان بهترین بدنش رو تا به امروز روی استیج آورده. هادی چوپان توی لول دیگه مسابقه داده امسال. چک $400,000 مدال طلای مستر المپیای 2023 صندوق مستر المپیا میرسه به قهرمان این مسابقه. وای هادی دوم شد. هادی دوم شد. همون چیزی که حد زده بودم بچه‌ها. دیدی بهتون گفتم. دیدی گفتم این قهرمان میشه. پیشرفت چشمگیری رو داشت. وای ولی من فکر کنم هادی رو میتونستم برنده کنم. خب بکش خیلی عجیب غریب بود. بک عجیب غریبی داشت. بک عجیب غریبی داشت. دوستان ما رو دنبال کنید در MMA فارسی. ما خیلی از برنامه‌ها رو تو MMA فارسی میذاریم. در یوتیوب خیلی از برنامه‌ها رو لایوش رو میذاریم، خیلی از برنامه‌ها رو آنالیزش رو میذاریم. پکیج بسیار خوبی آورد. پیشرفت کرد. همونی که بهت گفتم. اما آغاز اونی که تو هم گفتی چهارم شد. چجور تقسیم شده؟ درک قهرمان مستر المپیای 2024 شد. 19مین قهرمان مستر المپیا. 18مین قهرمان مستر المپیا. دوستان اصلاح میکنم. من خودم یکم شوکه شدم از این
نتیجه. دوستان هادی چوپان دوم شد. خب مقام خیلی خفنیه، گفتم بهتون نقره رو تو جیبش داره. البته خیلی بک عجیب غریبی داشتین. حالا دوستان MMA فارسی دنبال کنید ما رو، ما برنامه‌های خیلی زیادی میذاریم براتون. لطفا ما رو سابسکرایب داشته باشید، دکمه زنگوله رو هم بزنید که هر وقت ما برنامه گذاشتیم متوجه بشین، نوتیفیکیشنش بیاد. ما هر روز برنامه داریم. مرسی از اینکه با ما همراه بودیم. و پکیج بهتری به سال دیگه میاد. هادی امسال سزاوار قهرمانی بود، رقابت خیلی سختی بود دوستان. نفر دوم دنیا هست هادی چوپان همکنون. 5 نفر بعد رو می‌بینید. ترانسفر اول شد گرگ پارسی، نایب قهرمان این مسابقه. سمسون در نفر سوم. هادی قهر هادی کرد رفت. استیجو ترک کرد. هادی قهر کرد رفت. توی فیگورای جلو هادی به خوبی دیده شد. توی فیگورای پشت ترانسفر کاتو کانچینینگ بهتر. بک عجیب غریبی به خاطر داشتیم. کمر باریک و شونه و پشت پرمی که داشت تونسته بود توان بهتری رو ایجاد کنه. ولی خب نمیخواستن دیگه ایرانی هم دوبار پشت سر هم باشه، این هم هست. با امید قهرمانی دوباره با توجه به اینکه این توی همه سال 2024 بالاخره آدم آورده بودن دیگه. شکیل اونیل اومده بود و باپتیستا اومده بود و خیلی جالبه بچه. Munzer earlier off camera, like, was he unbelievably shredded? He was ridiculously shredded. He was like this year around super dry and then cross dry. Is that genetics, you think, a lot? It could be. I mean, really, I had that Turkish guy, Oh, yeah. Abdullah, Yeah. He was